به نام خداوندی بخشنده و مهربان و نهایت با رحم است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قصه خیلی عبرت آموز، قصه عبرت آموزی که برای نفرانی که به قدر مادران نمی رسند. درویش گفت: باری در نشست چند از دوستان با همدیگر صحبت میکردند که یک باره زنگ تلفنی یکی صدا داد. او در جواب زنگ چنین پاسخ داد: ها، چی میگویی؟ وقتی گپ زدن ندارم، مرا گذار کمی با دوستانم نشینم. بس کن، بدتر سخنت را میگویی. دوستان میگویند: وقتی که این سخنان سرد را از زبان دوستمان شنیدیم، گمان کردیم که او با زن یا که از رفیقانش سخن میکند، ولی بعد آن که سخنش را با انجام رسانید، به سوی ایمان نظر کرده گفت: این کمپیر مرا بیزار کرد. بعداً فهمیدیم که آن نفر همصحبت مادرش بوده است. او مادرش را با لفظی تحقیرآمیز ندا کرد. نشست را آرامی فرا گرفت. یک بار صدای جان خراش شنیده شد. از این صدا به حیرت آمده به اطراف نگریستیم تا بدانیم که این گریه ای کیست. دیدیم که یکی از دوستان زار زار میگرید. وقتی که همه به سوی او با حس کنجکاوی نگریستیم، او لب به سخن گشاد و گفت: ای کاش من نیز مادر می داشتم. ای کاش مادرم مرا اذیت می داد و من در جوابش می گفتم: مادر جان عزیزم، هرچی خواهی بگو، ولی بدان که من تو را به نهایت دوست می دارم. وقتی که این سخنها را شنیدیم، جوان جنایتکار برای دفاع خویش کوشش حرف زدن کرد، ولی ما همگان او را از سخنگویی منع کرده گفتیم: تو سخن مگو، تو حق سخن کردن نداری، زیرا تو به عذر مادرت را رنجانیدی. جوانی که از طرز صحبت فرزند با مادر به گریه افتاد. در روز نخستین تولدش از مادر محروم گردیده است. در روز تولدش مادر جانش را برای او فدا کرده است. این فرزند هرگاه در دوران کودکی دوستانش را میشنید که میگفتند: مادرم چنین گفت، مادرم چنین کرد، نزد مادرم میروم. متاسفانه او چیزی گفته نمیتوانست، زیرا مادر نداشت. از این لحاظ او چون دوستانش را میدید که با مادرانش صحبت میکردند و چنین مناسبتی دغل دارند، آتش دلش میتسبید و به خانه میتاخت و در کنج آن تلخ میگریست. به قدر مادر را بیشتر آن نفران نمیداند که این نور چشم را ندارند. به قدر مادران رسید. برادران عزیز، ایا مادر لبت در خنده باشد، گلی رویت ماهی تابنده باشد، برای زحمت بر ما کشیدی، به پایت سر نهیم ارزنده باشد.